الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. الله سبحانه و تعالی در این کتاب عزیز و کتاب جامع خودش قرآن عظیم الشان که بالاترین سرمایه هست برای مسلمانان و بزرگترین ثروت اهل جهان اهل دنیا است، گرچه دنیا از این سرمایه و از این ثروت غافل هستند. ما مسلمانان هم غافلیم، ولی دنیا که قرآن اصلا قبول نداره خیلی غفلتشون بزرگه. از منافع دنیایشون و آخرتشون غافلند آنانی که از قرآن عظیم الشان غافلند، آنانی که رحمت للعالمین رسول اعظم صلی الله علیه و سلم و از هدایت آن حضرت غافلند. اونها در غفلت بزرگ و در جهالت بزرگ به سر میبرند. رهنمایی ها و هدایت آن حضرت صلی الله علیه و سلم مایه حیاتن برای بشر، مایه سعادتن برای انسان در دنیا و آخرت. راه سعادت را آن حضرت مشخص کردن، هم در دنیا که راه سعادتن و هم در آخرت. فوز و فلاح و رستگاری را و نجات را آن حضرت به همه ما راهنمایی کرد و متاسفانه اکثر مردم دنیا غافلند و معالسب مسلمان هم که قبول داره هم از این راه کامل استفاده کامل نمی برد. کوتاهی دارم مسلمانان، ما مسلمانان کوتاهی داریم. ارتباط این آیه با اول سوره که بحث منافقین عده کثیر در عده زیاده در مدینه منوره وقتی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تشریف آوردند و حق در مدینه منوره غالب شد، اینها گرفتار نفاق شدند.
و به ظاهر غیر مسلمان بودند، اما به باطن، اما ظاهر مسلمانی را اظهار می کردند، می گفتیم مسلمان. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقین لکاذبون. منافقین وقتی به دربار رسالت می آمدند خدمت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم می گفتم ما شهادت می دیم، این خود شهادت نوع قسمه که شما پیامبر خدا هستید. چرب زبانی می کردن، زرنگی می کردن و گفتم ما شهادت ادا می کنیم به این که شما پیامبر خدایید. الله می فرماید که خدا هم می داند شما پیامبر خدایید، ولی خدا شهادت ادا می کنه به این که نه دروغ می گوید. این شهادت شهادت زبان، شهادت قلب نیست. در دل شما را قبول ندارن، شما را باور ندارن، در دل ایمان نیاورده، اما می گفتن شما پیامبر خدایید. و وقتی می نشستن خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم سوگند یاد می کردن، قسم یاد می کردن و قسم سفر بلایشون قرار داده بودن که به ناصیبی نرسی. قسم دروغین. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا یعملون. بد عمل کردند اینها. نفاق بدترین شیوه ہے و بدترین صورت و منافق از کافر به درجه ها بدتر است. کافر علنا میگه که قبول نداره، ولی کسی در دل قبول نداره و در زبان میگه من قبول کردم. این بدترین شیوه ہے. یہ از کافر بدتری کسی که منافق باشه. و همه این نفاق و تمام این مسائل برای منافع بود. اینا به خاطر حفظ منافعشون، به خاطر منافع مادیات و مال، به خاطر آنکه موقعیتشون به خطر نیفته، منافع مالی از دستشون نره، منافع خودشون، منافع فرزندانشون گرفتار نفاق شدن. و الله سبحانه و تعالی در پایان این سوره زیبا و سوره مبارکه هشدار داده است که آی مسلمانان، آی کسانی که شما ایمان آوردید، مواظب باشید، شما را به غفلت نیندازه از یاد پروردگار، از ذکر الهی، از بندگی خدا، از عبادت خدا، از اطاعت. همه اینها ذکر پروردگاران. شما را مال و اولاد از ذکر الله تعالی غافل نکنه. معلوم میشه که دو تا محور بزرگان که انسان از یاد الله غافل میکنن، از ذکر خدا غافل میکنن، از اینکه انسان وظیفه‌اش را ادا بکنه، رسالتش را ادا بکنه، مسئولیتش را ادا بکنه. این دو چیز مانع میشه انسان. یکی مال هست و یکی اولاد. مال و حب مال، دوستی مال، گرفتاری نسبت به مال، مشغولیت با مال، آدم دچار غفلت میکنه. گرفتار غفلت از وظیفه اصلی، از وظیفه واقعی که یاد الله تعالی هست و بندگی پروردگار و عبادت الله تعالی هست، انسان مال غافل میں لا تلهکم اموالکم، اموال الله اول ذکر کرده. و اینجا این مورد توجه قرار بگیره که مال
بالاترین چیز و بزرگترین چیزی که انسان از الله غافل میکنه مال غافل میکنه. مال دوستی سختی داره و انه لحب الخیر لشدید. خیر جبرات ماله. انسان مال شدید دوست داره، زیاد علاقه به مال داره و از این دوستیه که با مال داره از الله غافل میشه. زکات پرداخت نمیکنه، حقوق انسانها را که لازما پرداخت نمیکنه، حقوق الله را پرداخت نمیکنه، وظیفه های مالی را پرداخت نمیکنه که غفلته. حق و حقوق مردم نمیده، حساب مردم نمیده، دین مردم نمیده، مردم حلاف میکنه و سرگردان میکنه و پریشان میکنه. و حب مال که آدم از نماز غافل میشه، گاهی به مال مشغوله، نماز را قضا میکنه، به مال مشغوله، خدا را یاد نمیکنه، خدا را فراموش میکنه، خدا را از یاد میده و از یاد پروردگار فراموش میشه. مال چیزی است که انسان به سوی خود میکشه و انسان میل داره به مال، با این حال که مال نعمت پروردگار است و فضل الهیه. مال وابتغوا من فضل الله بیشترین معنی همینه که شما روزی خدا را طلب بکنید و لحاظ این روزی فضل اللهه. ولی اگر انسان از الله غافل بکنه، انسان از وظیفه‌اش غافل بکنه، انسان خدا را در راه طلب مال، در راه حفاظت مال، در راه تجارت و تصرف مال، خدمت مال اگر انسان غافل بشه، این بدترین شیوه است. انسان مال از الله تعالی غافل میکنه، انسان اولاد از الله تعالی غافل میکنه. در راستای محبت اولاد که دوستی اولاد بعد هم شدیده و سخته، پروردگار را فراموش میکنه. گاهی در اثر محبت بچه ها و بچه ها مشغول میشه، نماز قضا میشه. شبها با زن و بچه می نشینه و صبح نمازش قضا میشه، مشغول میشه، نماز قضا میکنه. گاهی برای در راستای محبت فرزندان به کسب و کار می پردازه و به تلاش برای منافع زن و بچه، خواسته زن و بچه، خدا را فراموش میکنه. گاهی حرام و حلال استفاده میکنه که هم برای میگه فرزندان چه بدم، بچه ها نان میخواهند، بسیار میرن راه میبندند و دزدی میکنند، رهزنی میکنند، مال مردم میبرند، در حالی که الله ناراضه که کسی حرام به فرزندانش بده. از عبادت بزرگ آن است که انسان روزی را، رزق طلب بکنه، روزی حلالا و از راه دسترنجش، از راه زحمتش، روزی حلال، کسب حلال و درآمد حلال فرزندان روزی بده، نان بده، لباس بده، خدمت بکنه. اگر حلال گیر نیامد حرامشون نده، بره طلب بکنه حلال، بره حمالی بکنه، بره برای کسی کار بکنه. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از چای یهودی آب می کشیدن و در مقابل خرمای می گرفتن. اینا بزرگان ما بودن، اینا پیشوایان ما، زحمت کشیدن. صحابه وقت آیه صدقه نازل شد، صحابه کرام اونایی که نداشتن رفتن برای حمالی کردن، کیسه های مردم، بار مردم به سر و به پشت می کشیدن، چیزی می گرفتن که دستور خدا را اجرا کنند و صدقه کنند در راه الله.
چه اخلاصی بود، چه ایمانی بود، چه اعتقادی بود. ایمان در دلهای اونها موج میزد و اونها هیچ آیت نازل نمی شد و دستور نمی آمد مگر به عمل می کردن. آن حضرت هیچ ارشاد و فرمایش را ایراد نمی کردن مگر صحابه به عمل می کردن. صحابه رضوان الله تعالی مجمعین از راه عمل به این مقام رسیدن، نه از راه علم. علم همراه با عمل. علم بهترین نعمته، ولی وقتی که به عمل نباشه فایده نداره. علم باید در جهت عمل به کار برد. کسی اگر علم دانشگاهی هم کسب کنه و هیچ خیری به مردم نرسانه، بشینه توی خانه‌اش، این علم برای او چه فایده داره؟ علم فایده داره این درس بده. علم فایده داره که مردم از این علم استفاده بکنند، مردم راهنمایی بکنه، هدایت بکنه. علم شریعت و علم دین برای آنه که عمل بشه به او. اگر کسی علم کسب بکنه و از این علم به هیچ کسی استفاده نرسونه، خودش هم استفاده نکنه، این علم وبال خواهد بود برای او. و روز قیامت این عالم سختری عذاب میده. علم باید به مردم آموزش داده بشه، تعلیم داده بشه و به علم عمل بکنه و دیگران به عمل وادار کنه. صحابه مرد عمل بودن و از راه عمل علم صحابه هم صحیح بود، درست بود. چرا؟ مستقیما از آن حضرت گرفتن علم را و نزول قرآن با چشم مشاهده کردن و دیدن و به قرآن عمل کردن و متوجه شدن که قرآن برای چه نازل شده و این آیات چه میگن. عمل کردن و این مقام والا و جایگاه رفیع صحابه که تربیت یافتگان رحمت للعالمین بودند، تربیت یافتگان مستقیم و بلا واسطه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بودند. اینا بالاترین مقام داشت، به خاطر عملشون. امروز ادعا زیاده، اما آنچه که ما کمبود داریم و کم داریم در باب عمل کم داریم، در باب علم هم کم داریم، نسبت به اونا خیلی کم داریم، ولی در باب عمل خیلی کوتاهی و کمی زیاده. الله همه کاستی ها و کمی ها را برطرف بکنه. لحظه این های نازل شد که شما را مالتون و اولادتون از یاد الله و از ذکر پروردگار غافل نکنه. مبادا در راستای کسب مال، جمعوری مال و خدمت به مال خدا را از یاد ببرید. نباید در راستای خدمت به فرزندان، محبت فرزند شما الله را از یاد ببرید، بلکه الله را همه جا یاد کنید. حیات من و شما و زندگی من و شما، شرف من و شما و عزت و دنیا و آخرت من و شما با یاد الله، با اطاعت از پروردگار، با پرهیز از معاصی و گناه، با وفادار بودن ما نسبت به پروردگارمون است. پروردگار را از خاطر خود نبرید، از ذهنتون دور نکنید که بدبختی ماست و زبانتون از یاد الله تعالی غافل نباشه. همیشه رطب اللسان بشید، زبانتون همیشه تر و تازه باشه به یاد الله. و چه اندازه این زبان و این انسان شایسته که رطب اللسان باشه. صحابی عرض کرد، درخواست نصیحتی کرد، آن حضرت در پاسخ فرمودن که زبان تو همیشه تر باشه به یاد الله تعالی. زبانت تر باشه، زبانت از یاد الله خشک نشود. الله را همیشه یاد بکنید.
یاد الله تعالی مایه حیات برای شما. الله را همیشه اطاعت کنید، در مقابل خدا کسان دیگر ترجیح ندید. به خاطر مخلوق و مردم و فرزند و زن و اولاد خدا را نافرمانی نکنید، به خاطر مال خدا را نافرمانی نکنید. منافقین الله سرزنش داد که شما کارتون غلطه، کارتون اشتباهه، شما خود را به خساره می اندازید. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. آنانی که گرفتار غفلت شدن در راستای مال اونا را غافل کرده و اولاد غافل کرده از یاد الله، اینها زیانکاران. الله من شما را نجات بده. ورشکستگان، ورشکسته تجاری نیست، ورشکسته اقتصادی نیست، ورشکسته سیاسی نیست، ورشکسته حقیقی و واقعی آنه که از الله غافل باشه، از الله غفلت بکنه، خدا را یاد نکنه، با خدا نباشه، از خدا جدا بشه، از خدا دور بشه، فاصله بگیره و از پروردگار اطاعت نکنه. اینها فاولئک هم الخاسرون، اینها به در خساره هستند. اینها به خسارات گرفتار میشن که غیر قابل جبرانه، غیر قابل تدارکه. اگر انسان شکست خورد و زندگیش را به غفلت گذرانید و توبه نکرد، به الله بر نگشت و عملش را اصلاح نکرد، به یک خساره میفته که کس او را نمیتونه نجات بده، کس نمیتونه دست او را بگیره. خساره غیر قابل جبرانه، به عذاب الله گرفتار میشه. روز قیامت میزنن انسان ها به سر و صورتشون و ویلا میکنن، داد میکشن. وقتی با چهره سیاه به برگای الله میاد، صورتشون سیاهه، چشمایشون کبودن، صورت و چهرهشون قابل دید نیست، سیاهی میریزه، تاریکی میریزه به صورتشون، چهرهشون. و ویلا میکنن آنجا، پریشان و نگرانن. اما عزیزان این و ویلا فایده نداره. زکات نداده، صدقه نکرده است، حقوق مالی را ادا نکرده، از خدا غافل شده. میگه الله وقت موت چرا منو مهلت نمیدی، ندادی که من صدقه بکنم و صالحان بشن؟ معلوم میشه که در صالح بودن انسان مال خیلی سخت تاثیر داره و اگر مال نده صالح نمیشه. نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره ولی زکات نده، فاسق میشه آدم. و مال تاثیر گذاره در اصلاح انسان. و میگه من میگوزه مهلت میدادید، تخرد میدادم در رای الله و از صالحان میشدم. و فایده نداره. افسوس روز وقت موت انسان ها حسرت میبرن، وقت چشمشون باز میشه و عذاب الله را میبینن و عاقبت کارشون را میبینن، عاقبت نتیجه زندگیشون را میبینن که تباهی، بربادی، تاریکی، عذاب. افسوس میخورن و درخواست مهلت میکنن، من برگردان الله تا من عمل صالح انجام بدم. اینجا گوش نکرد، اینجا به کتاب خدا توجه نکرد، به هدایت و راهنمایی محمد رسول الله توجه نکرد، حرف بندگان خدا خیرخواه را گوش نکرد، سر به غفلت زد، سر به نادانی زد، به جهالت زد، پوستش کلفت بود، هیچ حرفی به او راه نداشت.
الا که حقیقت آشکار شد و واقعیت ها را میبینه، الان داد و بیداد، الان داد و بیداده، ولی راه نداره، راه برگشت نیست. الله میفرماید از فرد رد شده و لحاظا به جای آمده است که دیگه برگشت نیست، فرد مانه پشت حائل قرار گرفته، الان راه برگشت نیست. افسوس سخت می آید، روزی می آید که من و تو، من و شما حسرت می خوریم بر وقتی که ضایع کردیم، در جلسه که نشستیم و خدا را یاد نکردیم افسوس می خوریم که کاش توی فلان جلسه همه صحبت ها شد ولی صحبت از الله نبود، خدا را یاد نکردیم. افسوس میخوریم که با وقتمون ضایع کردیم. روز جمعه که میشد ما میرفتیم برای تفریح، نماز جمعه ادا نکردیم، میرفتیم برای کارهایمون از نماز جمعه ترجیح میدادیم. مردم به مسجد میرفتند و ما وقت نماز به بازار رفتیم و نماز قضا کردیم و یا در دکانمون نماز خواندیم، در خانه نماز خواندیم. آنجایی که ثواب نماز ظاهر میشه، آنجایی که ثواب حضور در جمعه و جماعات ظاهر میشه، آنجایی که ثواب خرج کردن در راه الله جلو می آید، ظاهر میشه، آنجایی که ثواب حج و روزه می آید، آنجایی که ثواب خدمت به خلق می آید، ثواب خیر می آید و نیکی ها می آیند، آنجا وقتی ما غفلت کوتاهی ما سبب محرومیت ما بشه واویلا می کنیم الله من شما را نجات بده. آنجایی که ذاکران می آیند و اجر ذکر می بینند و اجر ذکر اونجا مشاهده میشه که چه ثواب یاد الله داشته، چه ثواب یاد خدا داشته، چه ثواب نیکی ها داشتند و خیر ها داشتند و خوبی ها داشتند. وقتی ظاهر میشن آنجا من و شما حسرت میبریم، آنجا بندگانی که کوتاهی کردن واویلا میکنن، دست خالیان، چیزی نیست در دستشون، گناه غالبه، گناه بیشتره، ثواب اگر از جزئی باشه بسیار حسرت انسان به سر میبره. حالا طول روز ما میگذره ما بیاد الله کم میافتیم که ذکر الله را بکنیم. به همون 7 و 8 دنیا گرفتاریم، به 7 و 8 زندگی گرفتاریم، دغدغه و وسوسه مال و گرانی و مشکلات و پیچیدگی امروز است، همین همیشه به زبان ماست و یاد ما و فایده نداره، بیسوده. و به جای اگر خدا را ذکر بکنیم، الله را یاد بکنیم، فکر آخرت را داشته باشیم. این جوشا و دغدغه‌ای که برای معاشمون داریم میزنیم، اگر این جوشا و دغدغه‌ها برای آخرت بود، برای قبر بود، برای صحرای قیامت بود، من و شما درجه می بردیم و مقام کسب می کردیم. دغدغه بهشت در ذهن ما نیست، دغدغه نجات از جهنم در ذهن ما نیست. فراموش کردیم که جهنمی وجود داره و در انتظار نافرمانان غافلان. فراموش کردیم که بهشتی وجود داره که دنیا به هیچ چیزی او بهشت نمیارزه، قابل قیاس دنیا با نعمتش با بهشت نیست. فراموش کردیم که آنجا چه عزته، چه جایگاهه و چه احترامه و چه اندازه ملک کبیری، اونطور که قرآن می فرماید و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، ملک بزرگ و نعمت عجیبی و پایداری آنجا قرار داره. این بهشت، طالبان بهشت که من و شما این فراموش کردیم. برای بهشت جستجو نیست، برای بهشت تلاش نیست، برای بهشت کوشش نیست، دغدغه نیست. اشکمون
نمیریزی از ترس خدا، اشکمان از ترس عذاب الله نمیریزی، از جهنم و ترسش اشک ما نمیریزی، قبر فراموش کردی. برای همین خاطر غافلیم، برای همین خاطر آمادگی نمی کنیم. ولی اصحاب آن حضرت صلی الله علیه وسلم گریه می کرد و از فکرمند بودن، دغدغه داشتن، نگرانی داشتن برای حساب و کتابشون، برای آخرتشون نگران بودن. و روی این سروران گرامی قرآن هشدار میده. یک جا می فرماید شما را شیطان فریب نده که او فریب باز و دغابازه، و یک جا می فرماید دنیا شما را فریب نده. و نفس اماره من شما را فریب نده، نفسی که ذاتا اماره به سوء امر میکنه به گناه، این نفس ما را فریب نده و ما را به خواهشاتش نبره و ما را به هواها و آرزوهای ناجایزش نکشانه. لحظه باید الله را یاد بکنیم و به کثرت از الله بترسیم و به الله محبت بکنیم و الله دوستی بکنیم. الله شایسته دوستیه، محمد رسول الله شایسته دوستیه. دین اسلام و قرآن که قانون خدایه و دستور خداست شایسته دوستیه. اینها شایسته دوستیه. بعد از اینها زن و فرزند، پدر و مادر، بعد از او اولاده، بعد از او دوستان دیگران و دارایی های دیگران. بالاترین سرمایه و دارایی های ما الله و بزرگترین ثروت ما حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و دین اسلام هن. من و شما باید صحابه کرام تعلقشون با این سه چیز خیلی زیاد بود. تعلقشون با الله، با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و با دین اسلام تعلق شدید داشتن، عشق شدیدی داشتن. بندگان خدا در طول تاریخ با الله انقدر محبت کردن که بت پرستان با بتانشون نکردن. ننگی برای مسلمان، ننگی برای ما که محبت خدا در دل ما از محبت بت باطل در دل بت پرستان کمتر باشه. ما باید محبت خدا شدید باشه در دل ما، سخت باشه در دل ما. و تا اون زمان مؤمن واقعی نمیشیم، مؤمن برحق هم نمیشیم تا حب خدا و رسول در دل ما شدید نباشه و از همه حبها غلبه نکنه. و این محبت وقتی هست که غلبه میکنه، آدم ذکر الله را میکنه، از خدا غافل نمیشه و حق و حقوق خدا را ادا میکنه و همه چیز رعایت میکنه. و الله تعالی به من و شما توفیق عنایت کنه و من و شما را موفق بداره و از اینکه در وقت موت فریاد بکنیم، بعد از موت فریاد بکنیم، صحرای قیامت بگیم که ما را برگردانید. نه، برگشت نیست. الان عمل بکنید و الان توبه بکنیم، استغفار بکنیم و به سوی الله تعالی رجوع بکنیم. الله من و شما را توفیق عنایت کنه و صلی الله علی سیدنا محمد.